سلام بچه‌ها، من اومدم با یه آنباکسینگ هیجان انگیز از برند آرومازون. این یه برند فرانسویه که معمولا محصولاتش هم کاملا گیاهی طوره. چرا من از این برند خرید میکنم؟ به خاطر اینکه اول از همه اینکه خیلی برند کاملا مرغوم به صرفه و با کیفیتیه و خب یه جورایی من ازش خیلی راضیم. این بهتون نشون بدم که چی خریدم. اولین محصولی که خیلی طرفدار داره این سرم هیالورونیک اسیدشه که هم ضد پیریه و خیلی هیدراتش بالاست و خب من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه هم صورتو خیلی روشن میکنه و لایه برداری خیلی مناسبی برام داره. نظرم پکیجینگ خیلی خوشگلی هم داره. دومین محصولی که من از آرومازون استفاده میکنم این شیشه خوشگل ژل آلوئه ورا هستش که هم برای مو میتونید استفاده کنین هم پوست و بدنتون که من برای اینکه فرای موم خوشگل نگه دارم از این استفاده میکنم و خب قیمتش هم مناسبه. برای 100 میل 6 یورو فکر میکنم. حالا شایدم نمیدونم، من جای دیگه نخریدم واقعیتش رو بخوام. تا یک دفعه از آمازون خریدم، بزرگ بود 20 یورو فکر کنم بود، ولی من اینو ترجیح میدم. محصول بعدی که از آرومازون خریدم این کرم کوچولوی دست هستش. اینکه گرفتمش برای اینکه بتونم بذارمش توی کیف دانشگاه، بخونم ببرمش دانشگاه و بوشو خیلی دوست دارم. محصول بعدی هیجان انگیزی که خریدم این کرم خوش پکیجینگ با مزه است که در واقع برای خوشگل نگه داشتن موهای فر هستش که بازم داخلش اسید هیالورونیک داره و تخم کتان و خب من بار اوله که میخوام استفاده کنم، تا به حال استفادهش نکردم. میخوام ببینم که چه جوریه، چون من خیلی فرای موهام برام مهمه که خوشگل وایسن و همین گرفتم که ببینم که چه جوری میشه. اینم 100 میل هستش، اینم تقریبا همون 6 رو گرفتم. مرسی که نگاه کردی.